به نام خداوند خوب بهار، به نام شقایق گل بیقرار، به نام تواناترین واژه ها، به رسم محبت به نام خدا. روزی بود و روزگاری. در یک دیهه لقمان حکیم که قدی بلند و لاغر داشت، تمام عمرش را به نصیحت و پند به مردم گذرانده بود. او خیلی مشهور بود و همه از او به نام نیک یاد می کردند. از سخنهای حکیم در بسیاری از کتابها نوشته شده بود. در جایی از کتابها نوشته شده بود خطاب به پسرش که گفته بود: پسرکم، همیشه بهترین خوراک‌ها را بخور و وقتی خواب می روی در بهترین جا خواب رو. تا هر وقت زندگی می کنی از بهترین لذت‌های زندگی بهره‌مند باش و در هر جایی که رسیدی خانه ساز که در آن با دوستانت خوش باشی. پسر گفت: پدر جان، من پول زیادی ندارم که بهترین خوراک را بخورم و در بهترین جا خواب روم و هر جایی که رسیدم یک خانه سازم. لقمان جواب داد: همه حرف من همین است. مردم همیشه خیال می کنند همه چیزهای خوب را با پول می شود خریده. اما این طور نیست. پول اگر همراه عقل نباشد ناراحتی های بسیاری می آورد. سعی کن معنای زندگی را بشناسی. برای این کار باید کمی دیرتر غذا خوری تا خوب گرسنه شده باشی. در این حال بهترین خوراکی را خورده ای. کمی بیشتر کار کن و کمتر خواب رو تا بهترین و شیرین ترین خواب را داشته باشی. و این را بدان که همه جا خانه تو است و خانه دوستی را همه جا می توان ساخت.